احسن من میگم تبریک میگم به آقای آجالی خراسی که همه رو سفید کرد، ما رو دعوت کرد، با امنیت آمدیم اینجا، فهمیدیم که یه جوانی سکران نیست در عروسی یقه ما رو بگیره، تا اگه یقهشو دور کردی دستشو دور کردی میگن شیخ داره تو گوشش میده، تو عروسی داره دعوا میکنه. ما الان اینجا با امنیت آوردیم، من ناموسمو در اون خونه در سالن زنان پیاده کردم، اونا رفتن داخل، میدونم که اونجا امنیت دارن. چرا کلاس ها رو عوضی میذاریم؟ چرا از جستایی که نباید بگیریم؟ اگه تو واقعا قهرمانید، پول دارید، امکانات دارید، بفرما. 900 تا مدرسه به نام خودت میشه، به نام پدرت میشه. چقدر ما درمانگاه داریم نیاز هست، چقدر خانه بهداشت نیاز هست، چقدر کتابخانه، چقدر فضای سبز هستن، سالن های ورزشی. همه خیران مسجد نکنید. واقعا جای تأسفی که همه مسجد تو یه روستای 2000 نفری چرا 10 تا مسجد باشه؟ خدا قبول بکنه امشب از اینجا نریم مگر اینکه از خدا چیزی که میخوایم بگیریم و اونم هدایت میخوایم برای خودمون و خانواده و بچه هامون. روزی یه لقمه نان خدا میرسونه، یه لقمه نان خدا میرسونه. هدایت بگیری از خدا. بگو نگو نان بده، نان میده خدا. بگو هدایت بده، تقوا بده، خدا ترسی بده، ایمانی بده که در اون کفر نباشه، هدایت بده که در اون گمراهی نباشه، توحید بده که در اون شرک نباشه، اعمال صالح بده که در اون بدعت نباشه، یقین بده که در اون شک نباشه. اینا بگید. خیر دنیا و آخرت به ما بده. هر چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و فرزندانمون هست و دوستانمون هست اون بده. خدایا فرجام نیک، سرانجام نیک، آبرو بده، آبرو. تو مال قارون داشته باشی، آبرو نداشته باشی، هیچه. خدای ذره آبرویی داریم، حفظ کن. یه الله با این دل دوست بدار، کل وجود در بر میگیره. دنیا رو طوری دیگه میبینید دیگه، تو میشی بنده رب العالمین، تو جایگاهی ویژه پیدا میکنی. این کعبه از جان و دل و هواش داشته باشی. خداوند همیشه نگاه به دلهای ما و شما میکنه، نگاه به جیبها نمیکنه، نگاه به پست و مقامها نمیکنه. برای رب العزت و الجلال کرامت انسانی مطرحه، نه رنگ و پوست، نه جیب، نه پست و مقام. الان مسجد خوری داره درست میشه. ما فراخوان دادیم که اونایی که کامپرسی لودر دستگاه سنگین دارن بیان خاک برداری. خیلی امروز فردا کردن، حالا ببینیم چه میشه. بابا آدم زرنگ بود، 5000 متر مکعب خاک برداری کرد، مخلوط آورد، کوبید، بتون مترش کشید، تحویل داد تو 20 روز. حالا تازه تو از خواب بیدار بشی کار تمومه. تو بخوای خودت تکون بدی تمام شده مسجد. روسیایی به زغال میمونه. یک جوانی از جوانای خودمون از روستاهای اطراف بنده کل سیمان مسجد خوری رو تقبل کرده. چی میگی؟ خواهرها اگر 500 نفر باشن، نفر یه انگشتر بدن میشن چه؟ میشه 1 میلیارد. یعنی یه پلاک، یه انگشتر کوچیک الان کمتر از 2 میلیون نیست. چه اشکالی داره تو در نیارید؟ اون غساله در میاره. هر وقتی تصمیم بگیری درس بخونی خدا تو رو قبول میکنه. هر وقتی تصمیم بگیری خوب بشید خدا تو رو میپذیره. اصلا نگاه به اون صفرات نمیکنه. کافیست که یه اشاره‌ای بکنید که خدا بفهمه تو داری باز میگردید. تو تصمیم گرفتی بر بگردید. تو تصمیم گرفتید عوض بشید. تو تصمیم گرفتید گذشته رو جبران بکنید. الله تبارک و تعالی دنبال بهانه میگرده که تو رو ببخشه، تو رو بیامرزه، گذشته تو جبران بکنه، تو رو تبدیل بکنه، به تو بها بده، به تو قیمت بده، به تو هویت بده، به تو کرامت بده، سعادت بده، شخصیت بده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احب العباد الی الله تبارک و تعالی انفعهم لعیالی گفت. ببینین همین بین این جمعیت خانه حاجی قدرت الله ده اگر 100 کس باشین، کدام تو از جمله آن بندگانی هستی که خدا دوستت می‌دارد؟ ولی کسی نمی‌دانیم کو
کدام ما میدانیم که ما را خدا دوست می‌دارد یا نمی‌دارد؟ حبیب خدا گفت نشانه دارد آن کسی را که خدا دوست می‌دارد، نشانه دارد. شما می‌توانید که او را با واسطه همین نشانه شناسید. گفتند کیست ای پیغمبری خدا؟ حبیب خدا جواب دادند آن کسی که با زن خود معامله خوب دارد. ببینید وقتی شما در زندگیتون معامله خوب دارین، وقتی با زنهای خودتون داد و گرفت خوب دارین، تبسم دارین، نشست دارین، گویم شوخی دارین، خداوند شما را مورد محبت خود قرار میداده. یعنی برادرای عزیز، ما اگر خواهیم شکرگزاری این نعمت امتی را به جا بیاریم، پیغمبر ما بسیار راست قول بود، ما باید راست قول باشیم. پیغمبر ما بسیار پاک وجدان بود، ما باید پاک وجدان باشیم. پیغمبر ما بسیار بغیرت بود، ما باید بغیرت باشیم. پیغمبر ما بسیار با سخاوت بود، باید ما با سخاوت باشیم. پیغمبر ما هیچ لحظه از یاد خدا خالی نداشت، ما هم باید همیشه با یاد خدا باشیم. پیغمبر ما از الله ذوالجلال می ترسید، ما هم باید از الله مهربان می ترسیدگی باشیم. بسیارن پدران و مادرانی که 7 روز هفته را انتظار میکشند که کی فرزند من به من سر میزنه. تلفنش را نگاه میکند، گاهی گلایه میکند مادر من تو خیلی وقت به من زنگ نزدی، احوال مرا نپرسیدی. از سر محبت و علاقمندی این را میگوید. فرزند ناراحت میشه، فرزند ناراحت میشه، به یک صورتی او را جواب میدهد که ممکن است بغض در گلوی مادر جمع بشه، در حالی که از 24 ساعت شبانه روز ساعتها او چشمان خود را بر صفحه موبایلش میدوزه، ولی یادش نمیاد که به مادرش زنگ بزنه، یادش نمیاد به پدرش توجه بکنه. رفیقش را که بهش مراجعه میکنه و همدیگه رو میبینن 1 ساعت همدیگه رو بغل میکنن.